سلام، خوب هستید؟ منم امیر آشپز. برای درست کردن سوپ جو به دیگ به این اندازه نیاز دارید. تا اینجا پر آبش میکنیم. 3 تا دونه پیاز رو اینجوری خرد میکنیم با 3 تا فلفل دلمه‌ای. بعد جو رو 6 کاسه جو پاک شده قشنگ با آب میشوریم میریزیم داخلش. بعد 2 تا دونه هویج با آب قشنگ میشوریم، اینجوری میبریم خورد میکنیم میریزیم داخلش. گردن مرغ هم قشنگ پاک شده شسته داشتیم توی یخچال. این گردنه میذاریم داخلش که خوش‌طعم شه. زیرش روشن میکنیم. الان 3 تا دونه رب هم میریزیم داخلش و تکمیل درست میشه. این هم از طرز تهیه سوپ جو که آخرش میشه یه همچین چیزی. سوپمون که آماده بشه، یه سوپ خوشمزه و لذیذ.